حربی گارنیزون دوشنبه عبدالستار میرزویف سردار انبار لوازمات علاقه و واسطه های فنی محافظتی مهندسی قسم حربی 6593 سرایوسط زندان های وزارت عدلیه تاجیکستان را بر اساس قسم دویم ماده 307 علاوه 3 کودکس جنایتی تاجیکستان با جرم مساعدت به فعالیت سازمان های با قرار دادگاه غیر قانونی اعلان شده با استفاده از اینترنت به 7 سال زندان نظامش پرزور محکوم کرده است. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان در شرح این پرونده گفت میرزویف عبدالستار عبدالرحیموویچ در دوره ادای خدمتش دست به جنایت به مقابل اساسهای ساختار کنستیتوسیونی و امنیت دولت زده است که ماهیت آن در مساعدت کردن در فعالیت تشکیلات اکستریمیستی ظاهر می‌گردد. نظر خود عبدالستار میرزویف یا نزدیکانش به این اتهام دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه تفتیشات میرزویف از جمله به آن گناهکار دانسته شد که از اولهای سال 2020 تا 6 ینور سال 2021 منتظم شبانه هنگام از قسم عربی برآمدن افسران در اتاق کاریش را از داخل محکم کرده با اعضای تشکیلات تروریستی اکستریمیستی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صدرالدینوف محمد اقبال قلندرویچ و اشورف حسین در تماس شده از سیاست حکومت تاجیکستان ناراضگی نموده اظهار کرده است که آماده است به آنها کمک رساند. محمد اقبال صدرالدینوف مجری سامانه اصلاح و کانال اصلاح تیوی در یوتیوب می باشد که کانالش یکی از کانال‌های از همه پرتماشابین مخالفین در اینترنت به شمار می رود. حسین اشورف یکی از رهبران حرکت اپوزیسیونی نیز در تاجیکستان ممنوع گروه 24 بوده برنامه حق و باطل را میچرخاند که نیز ده‌ها هزار تماشابین جمع میکند. بنا به گزارش دادستانی کل گویا ضمن صحبت‌ها با محمد اقبال صدرالدین میرزویف وظیفه‌دار گردیده است که در حالت سر زدن آشوب محبوسان واسطه‌های علاقه و قوه برق را در زندان‌ها خاموش کند. اما محمد اقبال صدرالدین روز 28 ایول به پایگاه خبری بامداد گفت نفری را با نام عبدالستار میرزویف که با جرم گویا صحبت با سردبیر پایگاه اصلاح محکوم به 7 سال محبس شده است اصلا نمیشناسد. وقتهای آخر مجازات شهروندان برای همکاری با نشریه‌های مخالفین بخصوص برای همکاری با محمد اقبال صدرالدین و اصلاح افزایش یافته است. از جمله محمد صادق سعیدوف امام خطیب مسجد محلی نانوای پایان شهر کولاب و فرزند دامولا خالمراد یک روحانی معروف در منطقه کولاب نیز با جرم همکاری با محمد اقبال صدرالدین به 5 سال زندان محکوم شد. سعیدوف روز 28 مارس سال جاری از جانب مقامات امنیتی دستگیر شد.